اینجا بشینم روی بشین روی این حرکت. بعد از حرکت لاری. پشت بازو هالتر خوابیده بلافاصله اینو به صورت سوپر انجام بده. بزنم سریع. حرکتش هم تعدادش هم رو سیتاست درسته. خوبه بزن. خوبه. بزن. سعی کن با سرعت اجرا کنی. انفجاری. بزن. هر جا احساس خستگی کردی سریع بهم بگو، من نمیخوام زیاد تحت فشار باشی الان بسته. خب خوبه، حالا نمیخواد زیاد فشار بیاری. واقعا به این دلیل گفتم بیای رو این حرکت رو اجرا کنی که دوست داشتم اون دردی که تو عضله پشت و بازو احساس می‌کنی بر اساس پمپاژ خونی که میاد، اسید لاکتیکی که ترشح میشه، اینو قشنگ متوجه بشی. شما فرمودی که تعداد 8 تایی 6 تایی میزنیم برای اینکه یه عضله حجم بگیره، ولی این تو همه عضلات صادق نیست. میخوام اینو بهت بگم که عضلات پشت بدن به طور کامل از قسمت پشت گردن گرفته عضلات زوزنقی، زیر بغل، پشت بازو، باسن، پشت پا و ساق پا جزء عضلات استقامتی بدن محسوب میشن و باید تعدادش بیشتر از تعداد تمرینی برای عضلات جلوی بدن باشه. یعنی اگر شما عضلات سینه رو تعداد 6 تا 8 تایی میزنی، عضلات پشت رو باید تعداد بیشتری فشار بدی. انقدر این فشار رو باید تکرار کنی که به حد ناتوانی و سوزشی که تو اون عضله احساس می‌کنی. حالا اگر یه نفر مثلا تو تعداد 8 9 10 مثلا به سوزش رسید، اون فشار نهایی رسید چی؟ خب این نشون میده که وزنی که انتخاب کرده سنگینه. باید وزنه سبکتری انتخاب کنه. من کلا میخوام اینو بگم، اگر شما جلو بازو رو وزنه سنگین‌تری انتخاب می‌کنید، پشت بازو رو باید وزنه سبکتری انتخاب کنید. چه چیز جالبی. آره. خب خیلی جالبه. خب این اطلاعاتی که الان بهم دادی خیلی اطلاعات خوبی بود. من واقعا دوست داشتم اطلاعاتی که خب خیلی از بچه‌ها واقعا تو ایران نمیدونن و راجبش حرفم زده نمیشه. خودت میدونی که بچه‌ها توی بدنسازی فقط میان توی باشگاه بدنسازی فقط به فکر شیپ بدنشون هستن، فرم بدنشون هستن، بیشتر به فکر قدرت بدنی و زیبایی هستن. آره. کمتر میرن سراغ علم. آره. خب اینو که گفتی در مورد علم صحبت کنیم، فکر کنم حالا در مورد مسائل تمرینی اون گپ کوتاهی زدیم، این تازه اولشه. آره. اگه مایل باشی بشینیم تو. خیلی دوست دارم بشینم با هم یه گپ کوتاهی بزنم. البته کوتاه که میگم مال یه دقیقه ماشاءالله انقدر خوب صحبت میکنه که میتونه قشنگ بیاد جای منم وایسه. درس اساتیدمون رو پس میدیم. خیلی جالبه که ایشون هم راجع به اساتید خودش صحبت میکنه. خیلی دوست دارم ازش بپرسم که اولین مربی کی بوده و اولین باشگاهی که رفتی کجا بوده و کی بوده. با هم دیگه بریم یه جای پیدا کنیم توی همین باشگاه بشینیم با هم دیگه چند کلمه صحبت کنیم. بفرمایید. خب بینندگان عزیز، اومدیم یه گوشه دنج باشگاه نشستیم با آقای بیت‌الله عباسپور که راجع به مباحث علمی این ورزش صحبت کنیم. من دوست دارم قبل از که بریم سراغ علم این ورزش یکم راجع به خودت برای ما صحبت کنی. چی شد که کلا اومدی تو این ورزش و از چند سالگی این ورزش رو شروع کردی؟ اصلا کلا چه اتفاقی واسه تو افتاد که رفتی داخل این ورزش؟ خب من قبلا که ورزش بدنسازی رو شروع کردم سال 1374. قبل از این ورزش من کشتی میگرفتم خیلی کم و بیش. می‌خوردم بعضی موقع حالا رشته‌های رزمی رو تمرین می‌کردم، ولی در واقع من یه فوتبالیست بودم. خیلی فوتبال رو دوست داشتم، فوق‌العاده زیبا بازی می‌کردم. حالا خیلی خودم دوست داشتم بازی خودم رو. چند سالتون بود سال 74؟ من حدود 15 سالم بود. 15 سال. خیلی علاقه عجیبی به عضله داشتم. حتی اگر فوتبالیست بودم دوست داشتم یه فوتبالیست عضلانی باشم. چون عکسای یه سری فوتبالیستای حرفه‌ای رو دیده بودم، خیلی دوست داشتم اون فیزیک عضلات رو. ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که یه ورزشی مثل پرورش اندام وجود داشته باشه، باشگاهی داشته باشه اصلا با این دم و دستگاهی که امروزه هست. اگرم چیزی میدونستم در حد این بود که فقط میدونستم یه دمبل یا هالتری، حالا بعضی موقع بچه‌ها خودشون با گل و با یه سری از این حلبی‌ها درست می‌کردن. اینجوری اطلاعاتم خیلی جزئی بود. حالا زد و اتفاقا توی فوتبال یکی از پاهام مصدوم شد تو مدرسه. همین باعث شد که بیام تو خونه برای خودم از همین دمبلا درست کنم. دوست داشتم از کتاب‌ها عکساشون رو دیده بودم، تمریناتو شروع کردم. یه روز اتفاقا عموم اومد خونه ما، دید من دارم با خودم تمرین می‌کنم تنهایی. با یه حالت عصبانی من گفت چرا نمیای بریم باشگاه تمرین کنی؟ برای خودت کار درست کردی، خونه رو به هم ریختی، زندگیمون رو به هم ریختی، بیا بریم باشگاه. گفتم کدوم باشگاه؟ فکر کردم مال همش کشتی رو میگه.
گفت نه اینجا باشگاه بدنسازی هست، چرا نمیبریم باشگاه تمرین. گفتم مگه بدنسازی هم باشگاه داره؟ اصلا فکرشو نمی‌کردم. چرا فکرش نمی‌کرده که با بدنسازی مثلا باشگاه داره؟ خب بدنسازی هم یکی از رشته‌هایی بوده، حالا تقریبا نمیشه گفت قدیمی، ولی خب باشگاه‌هاش بود توی شهر. یعنی انقدر فکرت مشغول کشتی یا فوتبال بوده که سراغش نرفته بودی؟ نه من یه کلا این فکر نداشتی. اینو میذارم به حساب اینکه اطلاعات تو این زمینه خیلی کم بود بین مردم و اطلاع رسانی هم فوق‌العاده ضعیف بود. اصلا واقعا فکرش نمی‌کردم باشگاهی به نام پرورشندان وجود داشته باشه. اگرم کسی اون موقع ورزش می‌کرد اکثرا تا اونجایی که من می‌دونم قایمکی ورزش می‌کردن. بله به طور مثلا ممنوع حتی جمله‌ای بود که هیچ وقت یادم نمیره. اون موقع میگفتن مثلا فلانی رو می‌بینی الان 7 ساله داره ورزش می‌کنه هیچ کس نمی‌فهمه، دمش گرم، عجب آدم باحالیه. در حالی که این اصلا جمله اصلا قابل قبول نیست به نظر من. کسی که باشگاه میره خیلی هم افتخار بزرگیه، اصلا هم ریا نیست. حالا بذار مردم بفهمن که آقا باشگاه میره، چه عیبی داره؟ کاملا برعکس بود این تفکر. چرا؟ چون اطلاعات غلط بود، اطلاع رسانی ناقص بود. همه فکر می‌کردن حالا یکی بدنسازی بره حتما داره گناه میکنه. حالا کاری به مسائل ندارم. پای ما به باشگاه باز شد از طریق عموم. روز اولی که رفتم باشگاه بدنسازی، باشگاهی بود به نام المپیک توی ماهدشت کرج. این مربی داشتیم. بله من از 2 سالگی اومدیم کرج به اتفاق خانواده. زمان جنگ بود. ما از کجا اومدیم کرج؟ من متولد بیجارم، شهرستان بیجار از توابع استان کردستان، ولی به زبان آذری صحبت می‌کنیم. به به. ولی یه چیزی هم بگم خودم نفهمیدم آخرش ترکم یا کردم. حالا گذشت از این شوخی برای من فرق نمیکنه، من ایرانیم، هر جای ایران که باشم. ولی خیلی جالب میشه ها یه نژادی از کرد و ترک با هم دیگه میکس بشه. من فکر کنم خیلی کولاک میشه، به خاطر همین تو کولاک کردی. خب اینا ژنتیکه دیگه. ژنتیک آریایی واقعا یکی از بهترین ژنتیکاست. ما نژاد پرست نیستیم ولی تو کل دنیا پخش هستن و نژادهای خوب دیگه هم هستن، ژنتیکای برتری هستن تو دنیا که اینا باعث میشه این قدرت رو به ما بده که خیلی راحت ورزش کنیم و به پیشرفت هم برسیم. خب رفتیم باشگاه تو بله در حال 2 2 سالم بود فکر می‌کنم. اومدیم سمت کرج زندگی کردیم. حدود تا 14 15 سالگی بود که این قضیه معصومیت پا برام پیش اومد. رفتیم باشگاه. روز اولی که من لغ شدم تمریناتمو شروع کنم، مربی داشتیم آقای حسین حسینی بودن، حدود 50 سال سنشون بود. اون زمان بسیار انسان فرهیخته‌ای بودن که من واقعا افتخار می‌کنم خیلی از مطالب رو ازشون یاد گرفتم. تو همین شرایط بود که ایشون اومد بالا سر من. منم اون موقع خورده شیطون بودم و به قول معروف جوان بودم. برگشت به من گفت باریکلا پسرم شما چند سال داری ورزش می‌کنی؟ من احساس کردم این داره مثلا منو مسخره می‌کنه یا مثلا اولین روزی که اومدم باشگاه می‌خواد مثلا یه ذره چشمی از من بگیره. برگشتم به عموم گفتم عمو این آقا داره منو مسخره می‌کنه، بهش بگو حواسش جمع کنه. که اتفاقا خاطری خوبی هم شده بود تو ذهن مربیمون هم بود و همیشه این مسئله رو پیش می‌کشید. بعد عمومم از دست من ناراحت شد، گفت اینجا باشگاهست، احترام خاص خودشو داره، به مربی باید احترام گذاشت، هر چی ایشون بگه باید انجام بدی. بعد به من گفت شما حقو بده به مربی، برو جلوی آینه خودت نگاه کن، به بقیه هم یه نگاه بنداز. که وقتی من رفتم جلوی آینه خودمو دیدم خیلی برام جالب بود، چون واقعا اون تفاوتی که رو عضلات خودم دیدم رو بقیه نمیدیدم. اینجا پی بردم که ژنتیک چقدر میتونه تاثیر داشته باشه توی ورزش. هنوز من وزنه نزده بودم، به من میگفتن چند سال داری کار میکنی. حرف بر سر ژنتیک شد. میگی الان تو حرفای خودت گفتی که ژنتیک خیلی تاثیر داره توی این ورزش. ژنتیک فقط توی ورزش بدنسازی تاثیر داره یا توی رشته‌های مختلف هم میتونه تاثیر خودشو داشته باشه؟ بله، واسه یه قهرمانی. به نکته خوبی اشاره کردین. یکی از مهمترین دغدغه‌های ورزش ما فکر می‌کنم همین باشه. تو هر رشته ورزشی در رده قهرمانی ژنتیک حرف اولو میزنه و فکر می‌کنم موضوع مهمی باشه و کسانی که تو این زمینه تحصیلاتی دارن در زمینه استعدادیابی باید پا به عرصه مدارس بگذارن، چه مدارس ورزشی چه مدارس تحصیلی، و استعدادهای مختلف رو کشف بکنن و در اون رشته‌ای که واقعاً لیاقتشو دارن، استعدادش رو دارن فعالیت کنن، عمرشون رو به هدر ندن. استعدادیابی هم خیلی چیز سختی نیست. با چند تا اعداد بازی کردن و یک سری تمرینات تستای ورزشی انجام دادن، البته اونم شرایط خاص خودشو داره، دوره‌هایی باید ببینن اساتیدشون، میتونن این تستا رو انجام بدن. تو ایران الان داریم کسایی که این دوره‌ها رو دیده باشن. بهتره که از اینا استفاده بشه. توی حرفات گفتی که فوتبالیست خوبی هم بودی و
خوبم بازی می‌کردی، الان هم بازی می‌کنی؟ بله من الان هنوزم بازی می‌کنی با این بله، وضع؟ فوتبال بازی میکنم. خیلی جالبه این برای دوست دارم این ورزشو. واسه یه ورزشکارایی که توی باشگاه‌ها میرن و میگن فوتبال ورزش خوبی نیست، وزن کم میکنه، عضله رو خراب میکنه، خیلی این حرفا رو میزنن. به نظر خودت اگر توی فوتبال این ورزش فوتبال اگر ادامه میدادی با توجه حالا به اون استعدادی که داشتی یا این ژنتیک، توی ورزش فوتبال هم موفق میشدی؟ من واقعا فوتبال بیشتر از این ورزش دوست داشتم. دوست داشتی؟ بله. الان دیگه نداری؟ الانم دوست دارم ولی نه به عنوان ورزش حرفه‌ای، به عنوان یک تفریح که در کنار ورزش اصلی خودم انجام میدم. ولی فوتبالیست خیلی خوبی بودم، خیلی دوست داشتم فوتبال ادامه بدم و بهتون قول میدم اگر بدنساز نمیشدم الان توی تیم ملی جایگاه خیلی خوبی داشتم توی فوتبال. تو چه پستی؟ من معمولا پشت مهاجم بازی میکردم به عنوان هافبک. خط میانه. بله. قرمز یا آبی؟ برای من فرقی نمیکنه. نه راستش بگو، اینکه فرق نداره. من با کسی ندارم، هیچ تعارفی هم ندارم. قرمز و آبی یه خورده تو ایران هنوز به نظر من درست جا نیفتاده، چون شرایط هوادار بودن این نیست که فقط بگیم من قرمزم این آبیه. شرایط خاص خودش رو داره، باید حمایت‌های مالی انجام بشه، سهام این باشگاه خریداری بشه از طریق هواداران، تا اون موقع بفهمیم که سود و زیان این باشگاه‌ها به نفع اون هواداران هست. در حالی که هیچ سودی به ما نمیرسه، ما فقط تماشا می‌کنیم و از برد و باخت تیم‌های مختلف حالا یا لذت می‌بریم یا ناراحت میشیم، ولی بیشتر جنبه تفریح داره. ولی برد و باخت تیم ملی برای ما خیلی مهمه، چه فوتبال چه رشته‌های دیگه. وقتی برنده میشن واقعا خوشحال میشیم. اینم ارق ملی ما رو نشون میده. دوست داریم که هر جا که هستن موفق باشن. اگر ما بخوایم حالا برگردیم سر همون مبحث ژنتیک خودمون و راجع به همین بحث ژنتیک ادامه بدیم، توی باشگاه‌های بدنسازی خب ما دیدیم خیلی‌ها میان توی باشگاه ثبت نام میکنن و خیلی از مربیان خب بهشون حتما برنامه تمرینی میدن، یعنی اینجوری تمرین کن، این حرکت پرستینه هست فلان اینا. چرا تو همون باشگاه هم مربی وقتی که میخواد بیاد تو باشگاه تمرین اون شاگرد تمرین بکنه، همونجا مثلا بهش نمیگه که آقا تو مثلا بر فرض مثال توی این رشته استعداد نداری، یا مثلا تو برو بسکتبالیست شو، تو برو فوتبالیست شو، یا مثلا همونجا مثلا بهش نمیگه تو آقا استعداد خیلی خوب واسه پاور داری. حالا بعد از این مقطع ورزش کردن 100% اون مربی یا شخص خود شما قطعا پی میبرید که مثلا این شاگرد این فردی که داره تمرین میکنه تو چه رشته ورزشی میتونه مقام خیلی خوبی بیاره. چرا این اتفاق نمیفته تو باشگاه ایران؟ برمیگرده به درجه اون مربی. به همین دلیلی که ما اصرار داریم وقتی میخواین ورزشی رو شروع کنید، مخصوصا پرورش اندام رو، حتما زیر نظر مربی خوب شروع کنید. خب خیلی از مربیانی که الان تو باشگاه هستن شاید اصلا درجه علمیشون به اون حد نباشه که بخوان تشخیص بدن این ورزشکار به درد چه رشته‌ای میخوره. ولی ما باید بیایم اول ورزش رو به قهرمانی و ورزش همگانی تقسیم بکنیم. ورزشی که کسانی که وارد باشگاه میشن هدفشون قهرمان شدن هست، استعدادیابی بیشتر باید در روی این ورزشکاران انجام بشه. اونایی که بیشتر ورزش رو برای سلامتی و تفریح و تندرستی دارن انجام میدن، ورزش پرورش اندام میتونه یکی از بهترین گزینه‌ها باشه. بالاخره وقتشون آزاده توی این ورزش، وزن زدن باعث بالا رفتن اعتماد به نفس زیادی توی بدن میشه، یه قدرت خاصی به آدم میده. خب این ورزش خوبیه و نیاز هم نیست استعدادیابی بشه. بالاخره وزن زدن برای همه رشته‌های ورزشی هم ضروری و لازمه. ولی در رده قهرمانی حتما باید با مربیان خوب مشورت بشه و اون کسایی که دوره‌شو دیدن، تحصیلاتشو داشتن، بتونن تشخیص بدن که این ورزشکار به درد چه رشته‌ای میخوره و 100% مطمئن باشید و مربیان خوب ما این پیشنهادات رو حتما به ورزشکارایی که میدن. بله در رده قهرمانی فعالیت میکنن میدن. اینجوری هم نیست که حالا ما یکی دو تا باشگاه میشنویم این اتفاقا نمیفته. این بیشتر به خود اون ورزشکارم برمیگرده که خودش مربی که صلاح میدونه رو انتخاب بکنه، مربی که آگاه باشه و بتونه این اطلاعات رو در اختیارشون قرار بده.